اگه مهمونی دعوت شدی و نمیدونی چی بپوشی، بیا توی 2 دقیقه این پیراهن کلوش جذاب بهت آموزش بدم که با هر پارچه یا هر طرحی میتونی بدوزی. محدودیت سنی هم نداره. تازه اگه بهش آستینم وصل کنی میشه پیراهن کلوش ایتالیایی. اول پارچه رو به این شکل پهن میکنیم. این دو طرف ترکیه پارچه هستن که از همدیگه بازشون میکنیم و حالا روی ترکیه پارچه به اندازه قد لباس به اضافه 20 سانتی متر میریم پایین، مشخص میکنیم و کارمون رو از اونجا تا میکنیم. پارچه رو تا میکنیم و مجدد یه تای دیگه از اون قسمت بالا میزنیم که پارچمون به این شکل در میاد. یک طرفش 2 لایه باز هستش و یک طرف 4 لایه بسته هستش. از طرفی که 4 لایه بسته هست 20 سانتی متر میایم پایین و خطکش گونیا رو میذاریم، گونیا میکنیم. روی خط بالا به اندازه 10 سانت داخل میشیم، علامت میزنیم و روی 4 لایه بسته یه 3 سانت میایم پایین، علامت میزنیم و به اون نقطه وصل میکنیم و یه 10 سانت میایم پایین و علامت میزنیم و به اون نقطه وصل میکنیم. این میشه از حلقه گردن جلو و پشت. حالا از گوشه گردن به اندازه 10 سانتی متر داخل میشیم، علامت میزنیم، 3 سانتی متر میایم پایین و به گوشه گردن وصلش میکنیم. اینم میشه سرشانمون. حالا از انتهای سرشانه به اندازه 16 تا 18 سانتی متر، اگر پارچه کشی 16 سانت، در غیر این صورت 18 سانت بیایم پایین، علامت بزنید. خطکش گونیا رو به 4 لایه بسته میزنیم و روی این خط به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 2 سانتی متر داخل میشیم، علامت میزنیم. حالا این 2 نقطه رو به صورت هلال هم میتونید با دست وصل کنید هم با پیستوله وصل کنید. از لبه بالای کار از خط اولی که کشیدید به اندازه قد پیراهن علامت میزنید. ببینید متر رو من تکون نمیدم، همونجا میذارم و ذره ذره علامت میزنم و در آخر این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم و لبه پایین لباس اینجا شکل میگیره. شما هم میتونید قسمت پایین رو به صورت کامل در نظر بگیرید اگر بخواید چینتون بیشتر بشه. هم میتونید از 2 لایه باز به اندازه 20 تا 30 سانتی متر داخل بشید و خط پهلو رو رسمش کنید. حالا دور تا دور رو با یک سانزاپاس دوغ قیچی میکنید، لایه وسطی رو جمعش میکنید و حلقه گردن جلو هم خالی میکنید. قسمت پشت رو پهنش میکنیم از روی پارچه، روی قسمت جلو هم روش میذاریم و درز پهلوها و سرشانه ها رو چرخ میکنیم و حالا برای تمیز دوزی دور حلقه گردن و حلقه آستین 2 بار حلقه رو تا میزنیم و یه چرخ از روش میریم و تموم. به همین راحتی پیراهنمون آماده میشه و در نهایت این پیراهن جذاب داریم که میتونید با کمربند استایلش بکنید. حتما این پست رو بفرست برای دوستت که همیشه دوست داره لباسای جدید بپوشه.